هدف از آمدن به شهر دوشنبه در چی است؟ هدف دیدار روی دوستان و دعوت اتفاق نویسنده های تاجیکستان برای روز مولانا. اتفاق نویسنده های تاجیکستان در روز مولانا یک محفلی شعر و ترانه، شیر و شکری مولا اعلان کرده است. آمدیم امروز در کلبار محبت مولانا، محبت رودکی، محبت ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک، محبت دوستان آنهایی که به ادبیات علاقمند هستند، آنهایی که همین یک روز را روز مولانا میگویند، هرچند که هر روزشان روز مولانا است. در مصاحبه شما میگوید که مردم، یعنی که تمام اصلا مردم تاجیک، خصوصا مردم تاجیک به شعر تا حال نیاز دارند، یعنی که نیاز دارد. اما چون این روزها به نظر میرسد که بیشتر جوانان ما در صفحه‌های اجتماعی میبینیم که با کم کدام یک مثلا ریپ، صنعت‌های بیکاره بیشتر توجه دارند. این نظر شما در این باره چی است؟ در نظر من ریپ صنعت بیکاره نیست. جوانها موافق با محیطشان، موافق با زمانهشان انتخاب میکنند. اگر ریپ انتخاب کردن خوب است، اما ریپ باید ریپ خوب باشد. اصلا سرودهای ریپ یک آهنگ اعتراضی دارد و زادگاهش افریقا است، قطعه افریقا، و با درد مردم ما از اون جهت نمیخورد. لیکن بهترین نمودهای ریپ در سرودهای ایرانی هست، در افغانستان هست که یک ناله های عاشق، شکوه های عاشق از معشوقه است. اگر ریپ این چنین باشد خوب است. اما من با آن گفتم که مردم تاجیک همیشه با شعر نیاز دارد، چون که در وجودشان شعر هست، محبت شعر هست، انگیزه شعر هست. آنها همراه مثلا شعر تولد می شوند. تاجیکان از مادر، از پدر، از بابایان، از بابا کلان و مادر کلان هاشان ارث میگیرند. در خون آنها شعر جریان که داشت، این چیز میگذرد. محبت به زیبایی، زیبا پرستی، محبت به موسیقی، محبت به فرهنگ. این چیز فرهنگ ما که تاریخ چندین هزار ساله دارد، همان میراث می آید، ارث می آید از بابا و فرزند، از فرزند به نویره هم خیلی میگذرد. من اینه در نظر داشتم. من باور دارم که هر کودکی که تولد می شود در تاجیکستان محبت به شعر پیدا میکند. یک روز می شود که یکی یادش به شعر می افتد. بگذار در زندگیش هر واقعه ها به وجود بیایند. مثلا بگذار در امریکا زندگی کنند، بگذار نمیدونم در فرانسه زندگی کند، اما یک روز میباید یکی یادش میرسد، یک شعر بلندی رودکی یادش میرسد، یک شعر بلندی حضرت لایق یادش میرسد و میگه یعنی به اصل خود برگشتن. من امروز زیادتر از مولوی میخوانم. هر کس که خواند صحنه از دوستا است که مثلا از مولانا میخوانیم. اصلا اگر مولوی خوانی بکنید یک روز خیلی تنگ است. برای مولوی خواندن سالها مولوی خوانید کم است. از مولوی میخوانیم، از شاعران معاصر ما میخوانیم، از هر کسی که با مولوی پیوست است میخوانیم. اصلا از اشعار مولانا میشود. البته بعد شعرهای خودمان شعر مولوی و شعر اوزرش در یک جا شیر و شکر خواهند شد. آنهایی که مولوی قدر میکنند میبیایند، اگر نه هم نبیایند ما نوار میگیریم نشان میتیم. سلام، روز مولانا مبارک بود.